سلام، خوش اومدین به این ویدیو. من فرزاد هستم، اومدم با ویدیو ماینکرافتی. امروز در این ویدیو قراره براتون فارم پشم بزنم. فقط ممنون میشم که قبل از شروع ویدیو لایک رو بزنید، زنگوله هم بزنید، سابسکرایب هم بکنید. بریم سراغ ویدیو. اول باید یک ابزرور ورداریم. ابزرور رو اینجوری بذاریم و ردستون هم پشت ابزرور. بعد حواستون باشه فلش بالای ابزرور باید به سمت ردستون باشه. و 3 تا بلاک جلو ابزرور رو میکنیم و 3 تا هم به سمت پایین میکنیم. حالا دبل چست هم میذاریم اون پایین و یه هاپر هم به دبل چستمون وصل میکنیم. بعد فقط باید به چست وصل باشه، حواستون باشه. بعد یه چیز بعد ریل هم به روی هاپر میذاریم. اسم اینا واگن هاپر داره، اسمشون یادم رفته. از اونم میذاریم بالای ریل و درت هم باید بذاریم روشو بپوشونیم که من درت نیاوردم. حالا براتون میارم. درت هم میذاریم میپوشونیم و همچین راهی براش درست میکنین که به چست دسترسی داشته باشین که بتونین راحت پشمایی که داخل چست جمع شده رو بردارین. و گلاس همون هم میذاریم و تموم میشه. فقط یک گوسفند میتونین بذارین که هر رنگی هم میشه گذاشت دیگه، صورتی، قهوه‌ای، هر رنگی. من گوسفندم رو گذاشتم و چست ما تمام شد. البته یه قیچی هم باید بذارم، من یادم رفت. و تمام، فارم ما تمام شد. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.